سلام، وقت بخیر. سال جدید رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی رو در پیش داشته باشید. اول از همه از زمانی که برای پیگیری روند آموزشی فرزندانتون اختصاص میدید واقعا ممنونم. تیم ما و فینکس همیشه به بازخوردها توجه ویژه‌ای داشته و اونم به این دلیله که ما قلباً باور داریم که آموزش یک مسیر مداوم برای بهبوده. اخیراً جلسه‌ای با نمایندگان شما داشتیم که در آن موضوعات مختلفی مطرح شد. من امروز اینجا هستم تا به طور شفاف در مورد این گفتگو صحبت کنم و همچنین برنامه ما برای ادامه سال تحصیلی رو توضیح بدم. قبل از هر چیز لازم روشن کنم که برخی از پیام‌هایی که بعد از جلسه منتقل شدن احتمالاً بازتاب واقعی صحبت‌های انجام شده نبوده. در ابتدا متوجه شدم که شما عزیزان تصور برگزاری جلسات 2 ماه یک بار رو نسبت به گروه زبان داشتید و فکر می‌کردید که ما هر 1 ماه و نیم حضور فرزندان شما رو در آکادمی خواهیم داشت. همچنین تصور شده بود که فیکس بودن منو در اردوی اخیر که متاسفانه برای بعضی از دانش آموزان پایه سوم باعث نارضایتی شده تصمیم بخش زبان بوده. این سوء تفاهم و همچنین تعهدات ما که شامل برگزاری 3 جلسه در طول سال بوده به انجمن گفته شد تا عزیزان در گزارششون به اطلاع شما برسونن. نکته دوم این که در هیچ نقطه‌ای من قول هیچ تغییری در برنامه زبان انگلیسی ندادم و بیشتر شنوای نظرات عزیزان بودم. البته که ما قطعا به بازخوردها گوش میدیم، اما تصمیمات ما بر اساس اصول آموزشی اتخاذ میشه. برنامه ما بر اساس استانداردهای بین‌الملل که در 50 سال گذشته در دنیا موفق بوده و پایه برگزاری آزمون‌های رسمی بین‌المللی طراحی شده تا عزیزان شما یک آموزش ساختارمند و مؤثر در زبان انگلیسی رو تجربه کنند. بعد از صحبت انجام شده از سمت انجمن مبنی بر نارضایتی اکثر خانواده از بخش زبان و درخواست تغییر بنیادین تو بخش زبان، من همراه با چند عزیز برای اطمینان از این موضوع و همچنین اتخاذ تصمیم درست سر تک تک کلاس‌ها حاضر شدم و با دانش آموزان صحبت داشتم تا نگاه اونا رو هم به این مسئله اضافه کنم. بیش از 70% از دانش آموزان از کلاس‌های خودشون راضی‌اند و مشکلی نداشتن. پیشرفت دانش آموزان کاملا برای اصل ما قابل مشاهده است و ما نتایج روش آموزشی رو کم کم داریم می‌بینیم. بنابراین همانطور که کاملا مشخص تو جلسه انجمنم اشاره کردم، برنامه آموزشی، کتاب‌ها و روش تدریس ما تغییری نخواهد کرد. سیستمی که مشکل اساسی نداره نیازی به تغییر نداره. در این حال متوجه اون 30% باقی مونده هم هستم. اون 30% هم برای من بسیار مهمه و تجربه هر دانش آموزی ارزشمنده. ما همیشه در جستجوی بهبود هستیم، اما بهبود باید هدفمند و بر اساس اصول آموزشی باشه، نه صرفاً برای ایجاد رضایت کوتاه مدت. طبیعتاً هیچ سیستمی کامل نیست و همیشه برای بهتر شدن نیاز به بهینه‌سازی مداوم وجود داره. با توجه به برگزاری جلسات با اساتید خودمون، تیم داخلی آکادمی و همچنین بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیدیم تا با حفظ ساختار اصلی برنامه برای بهبود تجربه یادگیری و افزایش انگیزه دانش آموزان که یکی از دغدغه‌های اصلی شما عزیزان در جلسه انجمنم بود، موارد متمایز و خاص آکادمی فینکس رو البته با اسکیلی کوچکتر به مجموعه اضافه کنیم. این که من میگم در میزان بسیار کوچکتر به این دلیله که ما همچنان زیرساخته پایه‌ای که در ابتدای مسیر مشخص شده بود رو نداریم و اضافه کردن سرویس‌های جدید نیاز به زیرساخت‌های جدید هم داره. اما از اونجایی که ما هیچ موقع منتظر نموندیم، با در نظر گرفتن داشته‌های مدرسه سعی در اضافه کردن این موارد داریم. ما میدونیم که انگیزه نقش کلیدی در یادگیری داره و دغدغه شما رو برای جذب عزیزانتون به زبان انگلیسی کامل درک میکنیم. بابت همین ما یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های آکادمی فینکس رو اضافه خواهیم کرد. جایی که سعی می‌کنیم بچه‌ها از داشته‌های زبانی خودشون در محیط بازی کامپیوتری یا بورد گیم استفاده کنن و ازشون لذت ببرن. حتما پیشنهاد می‌کنم بخش گیم نایت ما رو در اینستاگرام دنبال بکنید. نکته بعدی فعالیت‌های خارج از کلاس اما در محیط مدرسه است و این کار برای تقویت همکاری و انگیزه دانش آموزان اتفاق میفته. همچنین بازی‌های گروهی و فعالیت‌های آموزشی سرگرم کننده هم معرفی میشه تا دانش آموزان ضمن یادگیری لحظات جذابی رو هم تجربه کنند.
در قسمت بعدی با توجه به بازخورد خوبی که ما نسبت به کلاس درسیمون که در کافه برگزار کردیم داشتیم، سعی می‌کنیم همچنان کلاس‌های زبان خارج از محیط مدرسه رو ادامه بدیم. قطعاً با برنامه‌ریزی که از سمت مدرسه اتفاق میفته بازدید از آکادمی فینکس رو خواهیم داشت که در اونجا دانش آموزانمون با استفاده از واقعیت مجازی زبان انگلیسی رو در فضای کاملا متفاوت تجربه میکنن. و در قسمت پایانی بخش مووی نایت ما هست که حدود 4 ماه در آکادمی استارت خورده و ما سعی میکنیم در مدرسه با مقیاسی کوچکتر و قابل اجراتر اجرا کنیم، جایی که فیلم ها، انیمیشن ها بسته به نیاز آموزشی و گروه سنی دیده میشن و تمام هدف ما یک اکسپوژر مناسب به زبان دوم. What did you do? What I had to. Sometimes, to survive, we must become more than we were programmed to be. در قسمت پایانی دوست دارم این نکته رو هم اشاره بکنم که با وجود تعطیلات پیش بینی نشده و عجیبی که امسال داشتیم و تغییرات برنامه‌ای و برگزار شدن تعداد جلسات آموزشی کمتر از حد انتظار که خودتون کاملا در جمع هستید، تیم ما به شدت تلاش کرد تا روند یادگیری عزیزانتون دچار اختلال نشه. تعهد ما حتی در شرایط سخت هم ثابت میمونه. ما با اضافه کردن این برنامه‌های انگیزشی و در عین حال حفظ آموزش ساختارمندمون سعی می‌کنیم که دانش آموزان از ادامه سال تحصیلی بیشترین بهره رو ببرن. دوست دارم به تمام والدین محترم این پیام رو صریح و روشن انتقال بدم که ما دقیقاً می‌دونیم که داریم چی کار می‌کنیم و کاملاً به مسیر خودمون اطمینان داریم. برنامه آموزشی زبان انگلیسی مدرسه بادبادک قوی، مؤثر و مطابق با استانداردهای بین‌المللیه و ما به تمام بازخوردها گوش میدیم، اما هیچ تغییری رو صرفاً به دلیل فشار اعمال نمی‌کنیم، بلکه بر اساس بهترین منافع آموزشی عزیزان شما با همکاری تیم آموزشی بررسی و اجرا خواهیم کرد. و فقط برای حسن نیت ما کافی نگاه و قیاس کوچیکی با سالهای قبل خودتون داشته باشید تا متوجه تغییرات اساسی در دقت بخش آموزش، گروه‌های همیشه فعال اساتید، برگزاری جلسات زبان با خانواده، سدبندی عزیزانتون، در اختیار قرار گرفتن منابع در گروه‌ها و مشخص بودن اهداف آموزشی، اجرای کلاس‌های زبان خارج از مدرسه، برگزار جلسات فصلی با تیم آموزشی، گوش همیشه شنوای ما نسبت به همه دغدغه‌های شما در آیدی تلگرام داشته باشید. بسیار مهمه که اگر نگرانی دارید مستقیم از طریق آیدی تلگرام که از ابتدای سال در اختیار شما قرار گرفته با ما در ارتباط باشید. به این دلیل که ارتباط شفاف و صادقانه همیشه بهترین و سریع‌ترین راه حل رو خواهند داشت. اینکه ما به عنوان تصمیم گیرنده در بخش زبان به صورت کلی و غیر مشخص دغدغه‌های شما رو از سوی فرد دیگه‌ای بشنویم، اگرچه خیلی خوبه، اما در مقایسه با اینکه بسیار مشخص و ریز نیاز عزیز خودتون رو به ما انتقال بدید بسیار متفاوته. وقتی ما خیلی دقیق مشکل یک فرد رو می‌بینیم، خیلی سریع‌تر، دقیق‌تر و بهتر پاسخگو خواهیم بود. قطعاً میدونم که با ایدئال فاصله داریم، اما مطمئن هستم قدم تو راه درست برداشتیم و فاصله ما با اون ایدئال رو با کمک تک تک شما والدین عزیز طی خواهیم کرد. واقعاً ممنونم از عزیزانی که در طول این مسیر به ما اعتماد کردن و از شما میخوام که به حمایت از عزیزانتون در مسیر یادگیری زبان انگلیسی ادامه بدید، چرا که دغدغه‌های من و شما قطعاً فراگیری زبان عزیز شماست. ممنونم از زمانی که گذاشتید. مجدداً سال جدید رو بهتون تبریک میگم. خدا نگهدار.